ما طبق روتین داشتیم کارمون رو انجام میدادیم که یه حادثه، یه اتفاقی، یه حمله‌ای یه ذره با شدت بیشتر نسبت به قبل انجام شد و ورودی‌ها و جاهایی که میشد که عبور و مرور کرد، تجهیزات برد، تجهیزات آورد و نفرات انتقال داد، مورد اصابت موشک‌های رژیم قرار گرفتن با حجم سنگین. و چه کردید؟ اصلا شرایطمون فرقی نکرد که مثلا ورودی هامونو زدن. درسته یک مقدار نهایتا تبادل کاریمون یه مقدار به تعویق افتاد. خلالی در این که موشک‌ها رو آماده کنید اصلا ثانیه‌ای، شما کمتر ثانیت آنی بچه‌ها از کارشون دست نکشیدن، چون هم روحیه حفظ بود هم از سازمون خیلی مطمئن بودیم. یعنی ورودی خروجی‌ها رو زدن اما اینجا داشتید کاملا آماده سازی می‌کردید سرجنگی با خیال راحت، قفسه‌ها، سر جنگی‌ها، موتورها با همون توان داشتن اسمبل می‌شدن، سرهم می‌شدن، داشتن تست می‌خوردن و آماده می‌شدن برای انجام عملیات. تصاویری که می‌بینید مستندی از لحظاتی است که فرزندان ایران بدون حتی لحظه‌ای درنگ موشک‌ها را آماده می‌کردند.